سلام. میدونستی که چطوری باید از present continuous استفاده کنی تو صحبت‌های روزمره و مکالمات روزمرت؟ با من همراه باش. 10 تا سوال برات در آوردم که بخوایم 10 تا سوال رو با هم دیگه چک کنیم، بریم ببینیم که چطوری کاربردشون. سوال اول Are you going out tonight? Yes no question هستش. میگه آیا امشب قراره که بری بیرون؟ Yes I do. No I'm not. بچه با are you سوال کرده، پس ما باید با افعال to be جواب بدیم. No I'm not، چون که present continuous هستش، ما اصلا با دو کاری نداریم. سوال بعدی Is she writing her homework now؟ آیا داره در حال حاضر تکالیفش رو انجام میده؟ جوابامون رو ببینیم. No she doesn't. No she isn't. خب مشخصه که وقتی گفتم با هر چی سوال میکنیم توی yes no question ها با همون هم جواب میدیم، ما اصلا با doesn't اینجا کاری نداریم. is she سوال کردش، no she isn't جواب میدیم. بریم سوال بعدی Are they sleeping right now؟ آیا اونها دارن میخوابن در حال حاضر؟ No they aren't. Yes they do. Yes they do رو اصلا باش کاری نداریم چون که do آورده. اینجا با are they سوال کردیم، پس با are they هم جواب میدیم، حالا چه yes باشه چه no باشه جوابمون منفیه. No they aren't. سابسکرایب یادتون نره بچه ها، حتما اون زنگوله رو بزنین که بتونین ویدیوهای بعدی رو هم ببینید. سوال بعدی Is he going out on this weekend؟ آیا قراره که اون بره بیرون این آخر هفته؟ فیوچر پلن داره، راجع به آیندهش صحبت میکنه، راجع به پلنی که داره واسه آیندهش. Yes he does. Yes he is. خب بچه با is he سوال کردیم، جوابمون چی هستش؟ با is he هم با he is هم جواب میدیم. He does اصلا ربطی نداره، داز به جمله ما، به این گرامر ما ربطی نداره. Are you calling at the moment؟ آیا تو در حال حاضر داری تلفن میزنی؟ این calling به معنی صدا زدن هم هستش، میتونی بگی که اینطوری ترجمه کنی که آیا تو داری کسی مثلا در حال حاضر صدا میزنی؟ جوابمون yes I'm not. Yes I am. وقتی yes داریم دیگه not نداریم، جوابمون مثبته، پس میشه yes I am. بریم سوال بعدی Where is he going now؟ کجا داره میره در حال حاضر؟ WH question هستش، داره میپرسه اون مکان، اون جایی که قرار هستش بره رو. No he isn't. He's going to hotel. این ادامهش هستش. He's going to hotel. Where سوال ما با where بوده، محل مکانی که قرار هستش بره رو پرسیده. He's going to hotel. بریم سوال بعدی. لایک و کامنت یادتون نره، کامنت بزنین که ببینم که چقدر براتون کاربردی بوده. What are you doing now؟ داری چی کار میکنی در حال حاضر؟ No I'm not که اصلا رفتی نداره، yes no question نیست. سوال ما WH question و یه اطلاعاتی ها میخواد. I'm washing dishes. I'm washing dishes جواب ما هستش، میگه که من در حال حاضر چیکار میکنم؟ ظرفا رو میشورم. سوال 8 Who is speaking with Sarah in the class right now؟ چه کسی داره با سارا صحبت میکنه در حال حاضر؟ چه کسی؟ Who. وقتی گفته who پس ما باید یه اطلاعاتی بدیم، باید یه اسمی بدیم. علی جواب ما هستش. No she isn't جواب ما نیستش چون سوال ما اصلا yes no question نیستش. سوال نهمی Where are you going this weekend؟ کجا قرار هستش که بری این آخر هفته؟ I'm going to the park. No they don't. خب اصلا ما با they اینجا صحبتی از they نشده، are you بوده، داریم که این آخر هفته کجا قراره بری؟ I'm going to the park. قراره که برم پارک. سوال 10 Which one are you watching؟ کدومشو داری تماشا میکنی؟ شاید چند تا فیلم هستش داره از میپرسه که کدوم یکی رو داری تماشا میکنی. Animation. No I don't. No I don't که اصلا جواب ما نیستش چون سوالمون yes no question نیستش. Animation میتونه جواب ما باشه، داره animation نگاه میکنه، یه ژانر از فیلمامون هستش، داره animation نگاه میکنه. خب من این پایین براتون لینک present continuous که تدریس شده، حالت مثبتش، منفیش و yes no question و WH question ها رو براتون میذارم، اونا رو هم حتما چک کنید تا بتونید یه برداشت بهتری داشته باشید نسبت به present continuous. میبینمتون، بازم میگم سابسکرایب یادتون نره حتما و اینکه حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید تا به نتیجه خوبی برسید. میبینمتون در ویدیوهای بعدی با تمرین‌های بعدی. تمرین بسیار مهم هستن، حتما پیگیر باشین. See you later.